اینها فوتبالبازان دسته پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند. آن دسته آوازه‌دار پامیر زمان اتحاد شوروی نه، دسته نفت‌تأسیس با نام پامیر. 3 سال مقدم با جلب یک قطار بازیگران هوسکار در شهر دوشنبه این تیم تشکیل گردید. هرچند این دسته در فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان ثبت نام شده است، اما فعالیت معتدل ندارد. هر وقتی که امکانات مالیوی پیدا شد، آن وقت بازیگرانش به تمرین شروع میکنند و در برخی از مسابقه ها اشتراک می‌ورزند. در سال نخست تشکیلیابی دسته پامیر شهر دوشنبه را در لیگ دوم نمایندگی نموده، همزمان در جام شهرداری نیز برآمد کرد. ولی بعداً با سبب‌های گوناگون از جمله کافی نبودن امکانات مالیوی و نداشتن فوتبالبازان کسبی و شرایط اینفراستراکتوری برای تمرین پیوسته، دسته به مشکل‌های زیاد روبرو گردید. Все началось в 2022 в конце, когда мы просто вот на этом поле играли 8 на 8. Вот. Ну, тогда мы встретились с представителями Федерации футбола Душанбе. Порекомендовал, увидев, что мы играем каждые выходных, да, на каждых выходных мы играли. И мы решили поставить команду на традиционном турнире Джоми Шардури. Конечно, было трудно переходить с 7 на 7 на 11 игроков на большой футбол, но для нас было главное это вот в первом сезоне, тем более, когда нам как бы сказали, что у вас есть шансы поиграть во второй лиге. در سال دوم فعالیت یعنی سال 2024 این دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان را معرفی نمود. بازیگران سابق منتخب کشور و دسته های فوتبال لیگ عالی با مانند امید علی دادوف و علیار اشور محمدوف در موسم دوم بازیگران پامیر را دستگیری کرده، با آنها توپ، پیراهن و دیگر لوازمات ورزشی لازمه را تامین نمودند. طور رهبر دسته پامیر منوچهر عبیداللهیف میگوید برخی از سرپرستان با سبب‌های نامعلوم از دستگیری این تیم نفکار خودداری کردند. Во втором сезоне, 24-м, уже произошли изменения. Был подписан меморандум с компанией Тисель. К сожалению, по непонятным причинам Тисель вот до сих пор мы ожидаем от них вот поддержку, но ее пока нет. متاسفانه وجود نداشتن شرایط لازمه باعث بر آن شد که دسته پامیر در لیگ دوم مملکت در زینه آخر قرار بگیرد. دسته تاکنون میدانی اساسی ندارد. جای تاکید است که روزهای استراحتی هر هفته بازی‌های سنجشی دایر می شود و فوتبالبازان لیاقتمند به هیئت اساسی پامیر شامل خواهند شد. خلاصه دسته پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان از یک تیم کوچکی تشکیل گردیده تا به لیگ دوم راه یافت. فوتبالبازان این دسته بر آن باورند که در سال 2025 با دستگیری سرپرستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان دیگر باره به پا خسته معرفیگری فوتبال ولایت در مقیاس جمهوری می‌گردند. در همین روند هر یک منطقه کشور باید دارای دسته فوتبال خود باشند. برای مثال منطقه رشت را نیز ضرور است که دسته فوتبال تأسیس داده در مسابقه ها شرکت ورزد، زیرا شرایط و امکانیت ها در کشور ما کم نیستند.